به نام خداوندی به اندازه مهربان نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سالم و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. امروز در برنامه پند اخلاقی معرفت قرار داریم و موضوع ما یکی از موضوع مهمترین یعنی پاکیزگی، نظافت و پاکی در اسلام می باشد و این یکی از مهمترین و جزئی جدا نشونده اسلام است. مهمان برنامه ما داملا محمود، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان با ما حضور دارند. خوش آمدید به این برنامه. پیش از همه داملا گرامی میخواستم که در موضوع نظافت و پاکی از دیدگاه اسلام برای بینندگان ما شرح میدادید. الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز و تماشابینان محترم، همگی ما میدانیم که اسلام دین نظافت و پاکی است. حتی معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید که الطهور شطر الایمان، یعنی تازگی، پاکیزگی جزئی از ایمان است. و قرآن عظیم و شان با عنوان تعریف و اون انسان‌هایی که رعایت پاکیزگی میکنن اونها را محبوب خود خوانده است. خداوند میگه اینها را من دوست میدارم. همچنانه که در جای قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یعنی الله تعالی میگوید من دوست میدارم توبه کنندگان را، یعنی آنانی که از گناه و معصیت توبه میکنن باز میگردن، و یحب المتطهرین، و من آنهایی که پاک میکنن خودشان را از چرکی و از نجاست، از چیزهایی که خودشان را پاک و پاکیزه نگاه میدارن، من اونها را دوست میدارم. بنابراین دین مبین اسلام دین نظافت است، دین پاکی است. غسل کردن در اسلام ببینید برای مسلمان ها فرض است. طهارت کردن فرض است. مویهای زیادی بدن را تازه کردن سنت مؤکده است. یعنی برود و بالای لب را تازه کردن که طعام در اون نرسد، این سنت مؤکده است. ناخن‌ها را تازه کردن و پاک کردن سنت مؤکده است. همچنانه که در اموالشون اموال را پاکیزه کردن فرض است. بنابراین امت مسلمان، یعنی مسلمان ها امتی نظافت هستند، امت پاک هستند، امت پاکیزه هستند. و اسلام بسیار بسیار به پاکیزگی، به نظافت ترغیب میکند، تشویق میکند، حکم میکند، دستور میدهد که انسان همیشه پاک و پاکیزه باشد. سلامت باشد. آیا پاکی تنها به تازگی جسمانی ربط دارد یا اینکه پهلوهای زیادی دارد؟ ببینید دین مبین اسلام به نهایت دینی کامل است. همه جنبه ها و شؤون زندگی انسان را تعلیماتش را دارد. وقتی که صحبت درباره نظافت و پاکی می رود، در حدیث های زیادی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیعه، یعنی ماحولی که ما زندگی میکنیم، در اون روستا باشد، ناحیه باشد، شهر باشد، یعنی در همه حتی اطراف خانه صحبت میکند که نظافت نه تنها در جسم انسان است، نظافت در همه جا در اسلام باید دیده شود. همچون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید که الایمان بضع و ستون شعبه او 70 شعبه اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماته العز عن الطریق، یعنی ایمان 60 و چند شاخه دارد. بالاترین شاخه ایمان لا اله الا الله است و کمترین شاخه ایمان یعنی ادناترینش اون دور کردن گندگی، چیزهای اذیت رسان از راه است. یعنی تعلیم دهد دین مبین اسلام که شما نه بلکه جسمتان را، جسم که مقصود اساسی هست، اما ما حولتان هم باید پاک باشد. جایی که زندگی میکنید،
یعنی در اون کوچه‌ای که شما زندگی میکنید، در اون روستایی که زندگی میکنید، در اون ناحیه‌ای که زندگی میکنید، باید پاکیزگی رعایت شود. دور کردن چیزهای اذیت رسان، همچون که در حدیث دیگه پیامبر میگه که در سایه درخت پیشاب کردن معنی است، چون که در اونجا انسان استراحت میکنه. لعنت شده است. بله، یعنی هیچ کس حق ندارد که راه را گنده کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اذیت را از راه دور کردن این از جزء ایمانداری انسان است، اسلامداری انسان است. برای ما هر چیزی را ما در راه دیدیم که اون چیز کاغذ است، یک چیزی پوست، یک مثال خرما هست، انار است، هر چیزی که باشد از چرکی و از چیزهای اذیت رسان باید ما راه رو پاکیزه نگاه بداریم. کجا برسد برای اون انسانی که امروز ما میبینیم در کوچه ها اون بقلشک‌ها رو میخرن میپرتایند، اون سلفیت‌ها تازه میکنن میپرتایند، سلفن هایی که داخلشون چیزی دارن به انتها میرسد، یعنی تمام میشد، اون رو در راه میپرتایند. بله. آیا الله تعالی خبیر، علیم، بصیر نیست؟ آیا اون خبر ندارد؟ آیا اون دانا نیست؟ آیا اون بینا نیست به این اعمال ما؟ شاخه ایمانداری امین هست که اسلام همه شؤون زندگی رو میگه باید نظافت و پاکیش رعایت شود. بله، شما خوب قید کردید که هر کسی که خب پرتاب‌های پلاستیکی و دیگر پرتاب‌ها رو در راه‌ها میپرتویند، آیا از دیدگاه دینی مبین اسلام این گناه بله حساب می شود؟ این گناه حساب می شود، یک نوع مخالفت بر معلم دین محمد صلی الله علیه و سلم می شود. چون که پیامبر در حدیثی که ما و شما ذکر کردیم، اماطة الاذى عن الطریق، یعنی یکی از شاخه های ایمان دور کردن چیزهای اذیت رسان از راه است. اون گندگی، اون پرتافتی که اونا میکنن یک نوع مخالفت با تعلیمات دینی مبین اسلام، با تعلیمات معلم دینی اسلام هست صلی الله علیه و سلم. همین حسی بلندی مسئولیت مردم تاجیکستان یا مسلمانان هست که میبینیم شهرها چقدر تازه و آزاده و پاکیزه است. در حقیقت یکی از دوستانم با ما بودیم، یک پرتابی با خود داشت، با چند مترها، چند صد مترها با خود برد تا اینکه در همون پرتابگاه پرتاید. یعنی با خود برد تا اینکه اخلاق بلند انسانیت. بله، یعنی مترهای زیاد، خب 100 مترها با خود گرفت تا اینکه هیچ جایی رو افلاس نکند با پرتاب پلاستیکی خود و دیگر. ببینید اون با این عملش هم یک نوع عبادت کرد، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم را امرش را پر کرد، هم جزء ایمانداری خودش را حفظ کرد. و خوشبختانه امروز در کوچه ها و در شهر ما جاهای میبینیم که چیزها گذاشتگی هستند که شهروندان همون پرتاب‌های خودشون در مکان مخصوص پرتاید، نه اینکه در راه. و این خودش دینداری و ایمانداری و اسلامداری هست و این خودش تعلیمات دین مبین اسلام هست. قید کردن ضرور است که وقتی ما ببینیم پرتابگاه‌ها ساعت‌های معین دارد، یعنی تنها در ساعت‌های معین باید پرتاب‌ها پرتافته شود، یعنی در گرمای ابد، در گرمای نصف روزی باید پرتاب پرتافته نشود، برای اینکه بوی اون و دیگر به ساکنان خللدار نشود. بله، وقت‌های معین دارن، البته اونها را رعایت کردن در کار. برای خوب درک کردن این موضوع، یعنی پاکیزگی، نظافت و پاکی در اسلام، فایده های آن را می گفتید که بر شخص انسان، بر عقل و روح و جسم و در دین انسان چی فایده ها دارد؟ شما ببینید دین مبین اسلام هم مظهر است هم جوهر است. یعنی انسان ظاهری خودش را پاک و پاکیزه نگاه می‌دارد. همچنین گفتیم از فرضیت غسل و طهارت صحبت کردیم و از اون چیزهایی که سنت مؤکده بودن صحبت کردیم. و ظاهری خودش را تازه می‌کند، باطنی خودش تازه می‌کند. از همه بالاتر آیه قرآن خواندیم که اون محبوب خدا قرار می‌گیرد. یکی از فایده های تازگی و پاکیزگی محبوب خدا قرار گرفتن انسان است که ما با این عقیده بندگی میکنیم که رضامندی خدا را، دوست داشتن خدا را به دست بیاریم. و دومین چیز، دین مبین اسلام توصیه میکند که به طیب، به پاکیزگی، یعنی انسان میتواند که فایده های زیاده برای سلامتی اون داشته باشد. گروی سلامتی؟ بله، گروی سلامتی اون باشد. انسان مثلا ناخونش را وقتی میگیرد، پشم بدنش را میگیرد، همیشه با غسل و با طهارت میگردد، با پاکیزگی، اون انسان از اون باکتریا ها و از دیگر چیزهایی که باعث بیماری ها میشوند خودش را حفظ میکند. بالاتر در بندگی اون محبوب خدا قرار میگیرد با این پاکیزگی و نظافتش.
در حقیقت در تعلیمات دینی ما میخوانیم که رعایت نظافت و پاکی انسان را از فقر دور میکند و ذهن انسان را قوی میگرداند. چون که حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده است که میگوید هر کسی که عطر و خوشبویی استفاده میکند ذهن او قوی میگردد. یعنی جمله صحابگان رو ما میخوانیم در حیات صحابه که اونا ينفقون اکثر اموالهم فی المسک، یعنی بسیاری دارایی خودشان رو در خوشبویی صرف میکردن. بله. ما امتی معطره هستیم، یعنی خوشبو و از این میسک و از این چیزا استفاده میکنیم. شما میگفتید که آیا رعایت نظافت و پاکی گناه انسان رو محو میکند، انسان رو پاک میکند از گناه؟ البته گفتن به موقع هست که وقتی انسان محبوب خدا قرار میگیرد خداوند او را میبخشد. وقتی پاکیزگی و تازگی برای انسان مقام محبوبیت نزد پروردگار ایجاد میکند، البته اون میشود که باعث مکفرات گناه اون شود، بخشش گناهان اون شود. سلامت باشد. اسلام چی موقعی دارد برای انسان هایی که نظافت و پاکی را رعایت نمیکنند و نظافت و پاکی را یک امر شخصی میدانند؟ شما ببینید دیدگاه دین مبین اسلام، یعنی جایگاهی که نظافت و پاکی در اسلام دارد که ما گفتیم جزء از ایمان هست، در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم وعید سخته، یعنی بیمی سخته برای اون انسان های هست که نظافت و پاکی رو رعایت نمیکنند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که در حدیثی که من اکل ثم والبصل، یعنی حدیث دوام دارد، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که کسی سیر و پیاز خوردگی هست اون مسجد ما نیاید، اون بر جای نماز گذاری ما قریب نشود. در حدیث دیگری یعنی چون که مردم از لحاظ بدبویی پیاز و سیر اون که مثلا کراهیت حس میکنن، همین چونین ملائکه های خدا کراهیت حس میکنن. بنابراین میگه کسی که نظافت و پاکیزگی را رعایت نمیکند، معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه اون به مسجد نیاید، یعنی به نماز به جماعت نیاید. تو این درجه مقام بلند دارد. شما میدونید که مثلا با جماعت نماز خواندن 27 درجه از نماز تنهاگذار فرق میکند. اما اون رو میگوید که با این که اون رعایت تازگی ندارد، بوی بدی پیاز و سیر میکند، مسجد ما نیاید، به نماز جماعت نیاید. بنابراین در این حدیث دیده میشود که پس کسی که بوی عرق میکند، لباسش بو میکند، در دین مبین اسلام نظافت لباس سنت مؤکده هست. بنابراین در فقه مذهب امام اعظم وارد شده است که با لباس های کاری نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی باید با لباسی تازه بیاد، جسمش بوی عرق نکند، یعنی نسکی و جوراب هایش باید نظیف و تازه باشن وقتی مسجد میاد. اگر اون بوی عرق میکند، نسکی هایش بوی بد میکنند، مثل اینکه پیاز و سیر خورده است، بمانند این اون از مسجد رانده شده است. از دیدگاه دین مبین اسلام اون نمیتواند بیاد در مسجد با اون نکردن نظافت و پاکیش نماز ادا کند با همراهی جماعت، با همراهی مردم. یعنی باید هیچ مسلمانی رو با بوی بد و بوی بدی دهانش یا زیر بغل و دیگر، یعنی باید آزار نرساند، آزار ندهد. و هر کسی که میداند که دهنش بوی بدی سیر دارد، هرچند که حلال است، باید ما برای مردممان برسانیم که دیدگاه دین مبین اسلام برای مسلمان ها توصیه میکند و حکم میکند، تعلیم میدهد که در گرد و بر انسان ها ملائکه های موظف هستند. مثلا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اون دو ملائکه که گناهان رو مینویسند، ثواب ها رو مینویسند، و اون ملائکه که حفظه هستند، حفظ میکنن ما رو از چیزهای ضرر رسان و از جنات و دیگر، و ملائکه های برکت هستند. بنابراین انسان همیشه باید به پاکیزگی، به خوشبویی، به نظافت رعایت بکند تا اینکه اون ملائکه ها با این باشن، اذیت و کراهت نشوند و خودش هم در نزد مردم هم در نزد خدا محبوب قرار بگیرد. و خداوند در قرآن اعلان میکند که من اونها رو دوست میدارم که به نظافت و پاکیزگی همیشه مزین هستند. در مردم ما در عرفیت میگویند که در هر جایی که پاکیزگی است، خوشبویی است، زیبایی است، در اونجا ملائکه رحمت هم اونجاست، و هر جایی که بدبویی است، افلاسی است و چرکنی است،
در اونجا حتما شیطان بله، و بدیها جنات در اونجاست. همچنان که در حدیث خواندیم که موضع هایی که مثلا جنات میستن همون حاجت خانه هست و همون جای بول و براس اون جای هست که شیاطین در اونجا قرار میگیرن، جن ها. بنابراین همیشه پاکیزگی باعث بندگی خدا، باعث مقام و منزلت، و کسی که پاکیزگی میکند بزرگان دین نیستند که اون را عقلش کامل است. در حقیقت. سلامت باشید. میخواستم که آخرین سخنتون رو میگفتید. سلامت باشید. در آخر من برای بینندگان عزیز و برای مؤمنین مسلمین توصیه دین مبین اسلام رو میرسونم که نظافت و پاکی از دیدگاه دین مبین اسلام مقام خیلی بلند دارد و جزء از ایمانداری ما هست و کسانی که این رو رعایت میکنن اونها چی در نزد مردم چی در نزد خدا با نص قرآنی محبوب خدا قرار میگیرن و خدا کند که همیشه ما با پاکیزگی، با نظافت، با بندگی خدا مزین باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت سربلند باشین دولای عزیز که وقتی خود را جدا کردید برای این برنامه. بینندگان عزیز، پاکی گروی سلامتی است و از همه بالاتر مقام انسان و جایگاه انسان را نزد پروردگار جل و علا بالا می‌بردارد و دوست داشته پروردگار می‌گردد، آن که نظافت و پاکی را رعایت می‌کند. با برنامه ما باشید تا برنامه دیگر در پناه پروردگار جل و علا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.